آقا خیلی خوش اومدی. مهراب سبزی هستم. اولین ویدیو چنلم. آقا چالش اولمون اینه که 24 ساعت با یه رنگ غذا، صبحونه، نهار، شام. من قرمزم، وطنی هم آبی. این کثافت کاریه. استقلالیه دیگه، کارش نمیشه که سورا. چه ربطی داره؟ بریم واسه ادامه ویدیو. آقا ببینم با راستی تو چالشمون 300,000 تومنه، یعنی بودجمون 300,000 تومنه. من آبی از آبی 300,000 تومن. من انصراف ولسو یه ذره هوا کثیفه خیلی. من فکر کردم به خاطر سرما شما بالا زندگی میکنی، چون ازم پرسیدی مهه گفتم نه ابر. میخواستم خیلی نترسی. خوب نبود اما آقا Why are you gay? یادودگی همه آقا هم. You are آره. gay. بذار حالا خانوماش بالا شهرتر پیدا کنیم. خب این چه ربطی داشت الایی که گفتی؟ آقا فقط آبیه ها، یعنی فقط آبی بدون من میخوام، یعنی اولین چالش میخوام دهنتو سرویس کنم. من میخوام یه غذا پرسیل بگیرم آبی بخورم بشوره ببره. مال شما صدا میده بخوره؟ من یه موقع جیر میکشه. چرا حالا این چه رنگی بود من انتخاب کردم؟ دیگه استقلالی دیگه، کارش نمیشه کرد. خب اون که 100% فیلم 2 ستاره است. اصلا ببین کلا همه جفتشون سوراخن، هم پرسپولیس هم امیدش. سرده. میتونی از اینا هم استفاده کنی. نه بخاری نزن، گرم میشه. سرده، اینا رو استفاده نکنیم گرم میشه. حله بریم. آقا اومدیم شهروند. چقدر هم شلوغ شب یلداه. ما واسه میریم سوپرمارکت، ولی سوپرمارکت رنگ نداشت، محصولاتش کمه. نه همینجوری. آقا آبی بیا اینجا آبی این دیگه. پرسیل نداره اینا رو باید شیافت. چیز منظورم اینه که بله شیافت یا نخوری. این همه چی قرمزه. قرمزشو خونه بود. خب شرکت آقا صبونه من بریم تو قسمت ببین همه چی قرمزه. آبی هاش نکن، ولی آبی داره ولی خوشمزه تره. آبی میتونی برداری. آبی مولویه میتونی برداری. نه من سس ماینز آبی نکن، چیز گرونش آبیه. نمیدونم چقدر شد. این 7 تومن، این 13 تومن، 20 تومن، 40 تومن، 60 تومن. این نوان من چی بخورم؟ بیا کجا رفته ای؟ آقا حالا آبی چی نداره؟ صابونه. ببین اصل جنس اینجاست. تیتا. آقا چی برداشتی؟ آبی ها. آبیه. بیا بی دمه شما گرم. خوبه ها. نه اندازش هم به نظرم اندازه خوبیه. آقا آبی دین. نامه آبی یعنی چی؟ بیا اینا تیتا آبی. آها تیتا آبی نیست. آبی نداره. من نمیشه حالا واسه یه قهوه‌ای بردارم.
یه چیز دیگه البته باش چایی که دیگه جزش نیست. چرا چای مشکیه؟ میتونی اگه چای آبی لیپتون پیدا کنی. چایی میدونم چای لیپتونی آبی. الان ما بخوایم تومون رو بخوریم چای من بخوریم آبیه؟ آب کنیم که رنگش آبی باشه اصلا. چایی؟ نه چای نه، چای مشکیه آقا. چای ما رو بخوری؟ یعنی اینو باید خام بخورم؟ یعنی برو نوشیدنی اینا بیا آب میره میتونی انتخاب کنی. آقا من میخوام چایی بخورم. آقا چای نمیشه آقا، قانون بازیه. یعنی چایی نمیشه جزش؟ چای هم نمیشه. این خودش شده 60-70 تومن. ولی اصلا قرمز نداری من واسه تو دونه بخورم. همش قرمز. نه کوکا. نوشابه بخوریم واسه تو دونه. نه من واسه ظهرم میخوام نوشابه برم. واسه ظهر که اونو که بعد بزنم تو شیر کاکائو دیگه. واسه میگه دیگه واسه نوشیدنی. چرا من باید پپسی؟ من اصلا تو شرکت کوکاکولا یه مدت کار کردم. نمیتونم، من ارق ملی دادم. پپسی نبود نام الکی کوکایی ها چیز نکنی. اینا رو ما گرفتیم. قرمز آبی. این قرمز این چیه مادر من؟ این برای خودشه، در منزله. میخواد این اصلا پست جدا ولش کن. بریم آقا بریم. آقا کجا رفتی؟ از بعد از ظهری چی بگیری؟ آبی نداره هیچ. من رنگی انتخاب کردم درست. آبی آقا، این آبی نه ها آبی. چرا باید اینو بخورم؟ آبی نه همون آبی خلال این میتونی چیزا بخوری. آقا این همه آبی. آبی زیاده ولی خب اون که باب میلم هست توردیلا آبی. باب میلت نه دیگه، توردیلا فقط قرمز. توردیلا آبی چی نیستش واقعی. کرانچی یه دونه کرانچی. آقا ببینم آبی داره. آبی داره. آبی داره. بیا بریم. من خودم اومدم اینجا نون قرمز سوسیسا رو نمیدونستم با چی بخورم. نون قرمز گرفتم. من کجا رفتم؟ من خودم نون میگیرم در رفت. اینا رو باید چیز کنم. اوه نودل. آخه چرا من باید اینشو بخورم؟ بطن قارچ همی دوست داری؟ باربیکیو؟ من اونو نمیخوام. با هیچیش آبی. گوجه فرنگی. آقا میشه اینو آبی حساب کنی؟ نمیشه. اینو آبی رنگی. والله ونگوک این همه رنگ نداشته. این آقا اگه چیزی پیدا نکردیم قبول آقا. بردا خوب نه بردا آقا بردا دلم نمیاد. اون ببین بر من گفتمون نودل بریم ببینیم چیزی پیدا نکردیم دیگه. حداقل 2 تا بیارم یه وقت چیز نشد. آقا 300,000 تومان بیشتر نشه. مال تو فقط یه دونه سوسیس 100 تومانی برش فقط آمار میخوای بخوری اون همه سوسیسو کارت بزنی. اون همه سوسیس. یعنی چی؟ جان حالا من کارت بزنی و بعدن با فقط توضیح. کجا میری همش گم میشی آقا؟ جان چقدر چیپس میخوای بخوری؟ از 2 تا میخوام بخورم. من 300 تومن نیست آقا. چرا؟ من شامم چی؟ این شام انتخاب نکردی؟ شام شام بیا اینجا نه بابا 200 تومن شده. بیشتر 200 تومن که نشده که. شده 80 تومن. نه من میدارم چنده اینم من مردم نودل برداشتیم برای شام. برای شام نودل برداشتم. مامان گفتم بخور. اینو نمیخوام. یه دونه پاستیل بخوام. من چیز دیگه می‌خوام سوپرمارکت هم خرید. آره من 50 تومن دارم تقریبا. شما چقدر؟ 80 تومن. من خیلی دارم. من 100 تومن. نه از این آقا بریم حالا سوپرمارکت هم خرید. شهروند آوردمش خود بره با سوپرمارکت خرید کنه.
آقا بریم سوپرمارکت. چه آقا شلوغه کارمند شلوغ شهرمن آقا است که اینجا نشسته پیشم یک مارت خارج شد میزنه بهش. حالا پس با من بیا نبود جان تموم با من بیا شش کی نمیخواد آبیه من میخوام یه چیزی که یه ذره تنقلاتی باشه بیشتر هم حرست رو در بیاره یه ذره بگیرم ذره تفکر کنم. اینجاست دیگه این یه تیکه است من نمیدونم تو هایپر تو شهرم پیدا نکردی اینجا چجوری بالاخره هم ممکن الان آقا پرسی لابی من ببین با خیلی حباب میده بیرون دایی بازی اینجا رو او بابا جون جایی بچگی ها توجی چی بغل کرد آب مدنی آبشه دیگه آبه اون آبشه ما رو مسخره کردی آب مدنی چی آب این شیره آبه این آب واتر بیبی آب واتر بیبی حاجی مگه آب یه بچه‌م دونه میاد المانی بگیری حاجی مگه آب بچه‌م میاد این کی بده بابا این زرده بابا آبی داره آقا یعنی این یه ته نامردیه آقا نوشابه‌ای عرقه قبول کن آبی داره بخور آقا نوشابه‌ای آبی داره آقا آلوورا نوشابه‌ای آبی آقا داره اینم قوابی داشت فرق این کلا آقا این کلا قرمزه اینو نخورم ببینم چه طعمی بلوبری دی آقا ببینم آقا این دیگه کامل آبی من نمیشه اینو برم بلوبری بخور دی آقا اینم نمیدادی چرا اون میشه نه حتی بدمزه ها رو میخواستن یله من بدمزه ها رو من نمیفهمم آقا آبی بیا آلوورا بمان بخر برای خود من جز قرمزه اینو قبول میکنم اگه بخوری خودم هم میدم هزینه‌شو نه آقا چالش ندارم چون تو گفتی کی کم باشه کی زیاد فرق نمیکنه من انتخاب کنم اگه قرار باشه کم انتخاب کنی ببری من دیگه نمیگیرم نه انتخاب اگه اینو بگیرم الان 70 تومن تو بازم به تحت 5 تومن یه 40 تومن 70 تومن اصلا این سبقی هم میشه نهایتا اونشو نمیخرم دیگه من یه 35 تومن شد بابا آخه بابا چرا دور رنگ من هم نمیخواستم دیگه اون که نارنجی اصلا زرد اونو بدش کن بابا آخه چرا اینا کن اینا کن این قبول نی؟ نه این کجاش آبی اینو میشه باز آبی قبول نمیخوام چون همه بدمزه رو قبول میکنی بیا آقا این بستنی آبی آقا من بودجه هم نمیرسه بستنی بخرم دیگه آقا چه خبره من نمیفهمم آقا کن 30 او با 40 میشه 70 با 35 فکر کنم رد میکنم بعد چه برگردم نه اشکال نداره مثلا 305 6 تومن هم اشکال نداره آقا خریدیم الان ما خریدمون کردیم خریدمونو کردیم میریم الان محاسبه کنیم بریم الان خونه صبونه رو بزنیم که داریم از گوشتی نمیریم آره واجی منو کشوندیم لغت همجوری باهاش برد برو آقا ببینیم برای صبونه دیگه بابا ساعت 1 مجتمع داشته شهروند آقا کارو بگی این صبونه منه اینام صبونه منه اینام صبونه وطنیه آقا این چه خبره آبی اصلا نبود چی نبود؟ آبی اصلا نبود تو خریده تو سبد انقدر نبود یعنی چی؟ تو کدوم آبیه؟ همین نبود دیگه چه خبره صبونه این همه میخوای بخوری؟ حالا شاید یک شده دادم بعد از اون اونش به خودم مربوط خیلی بیادبه پولوش خوشمزه است ببین اصل جنس یعنی نیا کن به چی تیتاب بدی همه بگیم مهراب چیزی ماشاءالله همش جا که نه نصفش بود همش خیلی سخت بود صبونه چرا باید
آبی بلوبری بخورم. هلو. به جمله معروف هست میگن هلو چی؟ با گلو. نه هلو با چیش خوبه؟ این کارو بگی نگاه. کتابای قبلا خوشمزه تر بود. آره دیگه سال 42 با نوشابه میخوردیم. یادت نیست؟ چند سال شده؟ من 12. اینو برو اینو. یه گازی هست. همه رو بخورید. من یکی دیگه دارم. خوشمزه نبود. دستامونو نکشیم آقا. آقا دیر راحت نیفته. بس تو دیگه 6 تا کیک خوردی. اون تازه اینا رو میکشه تو چیز خریدی؟ بقالی خریدی؟ شعبم اون بزرگی آبی پیدا نگردیم. چرا عین اونم خریده بودم ولی اومدم یه گفتم به نظرم گشنه بمونم. یک دیگه هم خرید. آقا این صبونه ما شد دیگه. دو تا کیک شد 6 تا کیک. نیم ماش. آقا بریم برای نهار. کارو بگیر نهار منه. نهار من که آماده. دلت میخواد داره؟ من نهارم آماده. پپرونی پپسیکولا. من پس جوکرمو میبینم. نهارت آماده شد سوپ بزن. این نهار برات بزنم بهت نمیدم ها. من نمیخوام اصلا. حالا من گفته باشم. چرا حالا طرحدار چیدی؟ جا نمیشه دیگه. آخه نهارم زیاده. آخه اونا رو بده بعدا. اونا رو من پیشیای بیرون نخورم. اونا رو من پیشیای بیرون بخورم. نهار مهراب. نهار من پپرونی. آقا حسودی میکنی نه؟ بگو حسودی میکنی. حالا تخمه بزن. آقا این روغنه هزینه‌اش بکش روش شد. آقا روغن قرمز بود دیگه آقا. آقا من پش میسینه من. آقا من چی میگم؟ روغن این داخل این استفاده کرده یا نه؟ آقا روغن دیگه داشت. روغن تو خونه بود قرمزه. خانوم فیلم بردار شما بگو ایشو استفاده کرده نکرده. آقا من میگم این حداقل 10 تومن روغن برده. باش 10 تومن. 10 تومن اضافه میکنه. نه اضافه بر اون 300 تومن بکنید. کی پول نمیخواد. و بعد بدید اوستا. من 280 تومن بود دیگه. 10 تومن اضافه کنیم 290 تومن. در هر صورت هنوز مایتابه استفاده کردی. پول نمیخواد. آقا بریم میایم برای نهار. اینم نهار ما. این که بچه‌ها دست نزن به آبی. اینم برای منه. داشتم جوکر بیا می‌دیدم. جلو کارو بگیر. اینجا رو. رخ کار این برای بیا. رخ کارو بیا. اینو ولش کن. اینا میشه داخلش استفاده کرد. نون قرمزه. سس هم که نداریم دیگه چون هزینه نکردی. سس هم قرمزه. سس آبی هم یه دونه بیا. اینم یادم رفته بود. من قرمز از اینم داشتیم. این اضافه شده به داستان قرمزها. آبی نداشتیش؟ نه آبی سس آبی نداشت. خودش داره چاباتای. اینجا رو وای. حالا اینجا رو چه وای. خب چون تنده نمیخوری؟ دارم تفکرم کنم. تو بخوری من غذا آماده کنم. جارو ببین 3 تا. این لبخند بزنیم پایین. 5 تا. نه اون مثل لبخند. بعد گذاشتی دیگه. نه کن اینو بذاری این وسط. این چیه؟ بیا اینجا. اون بعد بذاری اینجا. نه این چیه؟
این چیه؟ من برداشتم. چیه آقا این چیه؟ سوسیس. سوسیسای منو برمی‌داری؟ 2 عدد بیزه با یه چیز دیگه. این چند تا شد؟ کاملشو بعد میذاشتی. آه ببین چند تا شد فقط. گوجرم میگه آقا من به این ارق دارم. این چرا باید این قرمز آقا کوتاه دست بدم؟ نزن. من باید قرمزیه، آبی قرمزه. بخورم. پپسی اصلا من نمیخورم. بازم سس میزنی. اینجا رو. وای وای. این وای وای میگه آخرش که چی؟ من نمیخورم. من نمیخورم. من یه نمی‌دونه. زمین نمیکنم. به خدا چیپس. آقا یه خودم دارم ببینم یه دونه. یه دونه. خیلی این کار کیر یا تخمی از این ریخت نه. بیا اینجا نگاه کن. بیا اینجا نگاه کن. آقا بلد همه چی باز میکنی؟ نه ترکی. خود بد جمع کنی ها. نیچی تو الان خودت جمع کردی؟ چیپس ها رو ریختم قرار بتره که نه اگه تو شام حاجی درازه. اینجام یه مقدار جای انگشت بود و یا بخیه منخیه خورده بود بخاطر اینکه این چیپس ها رو من ریختم اینجا. خانم فیلم بردار رفت الان چاقو برداره. یا کارو بگیر. بیشو جلوی صورت من ساندویچ نگه کارو داری. بگیر. چرا سوسیس و تازه اینجام هست. اینا مونده. این سه جالبی ها خودم دارم جمع میکنم. بچه چیزی این اسلو جدا از چیپس ها ریخ رو زمین راستشو بخواهیم بچه ها به خاطر همین چون اصلا مهم نیست. کارو بگیر. که قراره گشته بمونه تا شب. گشنت بودا. از اینجا بشمار چند تاش توش. تا اینجا بشنو چند توش میشه نه. سرده. من برنده چالشم واسه اینجا رو. اوف ریخ ریخ. اونقدر زیاده نونه تحمل نداره. آخه آها اینم نهار ما شد. هنوز اینجاست. این اما من دارم دازه نهارم اینجا رو. آخش ها بریم برای عصرونه و شام دیگه. A few moments later. آقا ما برگشتیم. این برقا رفته بود بعد نتونستیم عصرونه رو براتون بگیریم. الان اومدیم شام. به اینا بگی شام این دوتا این که هیچ اینا خوردیم. این شامه دیگه. این شامه. شامه گذاشتیم آب جوش بیاد که درست کنیم دیگه. آقا ولی این آبی نیست. هر کاریش کنی این آبی نیست. به تو رفتی ندارم. آقا یعنی چی چالشه؟ آقا ترکیبی بزنیم زعفرون و گوجه رو. پایم ناموسن. پایم. آقا پس این ما دوتا رو ترکیب کنیم بزنیم بپزه این خدمت. چی نودلیت زعفرون چی انتخاب کردیم؟ آبی کردی کونه ما آبی. آقا خب این آبی نیست. آبی رو دادیم آقا با آبی که گرفتی. یه دیر با اون همه خورتون تو یه بوهایی حاجی 500 میدم دستتو بکنیم تو. چی؟ 500 میدم دستتو بکنیم تو. میدی خدا وکیلی؟ آره 500 میدم. تا کجا؟ دستتو بکنی تو دیگه. تا کجاش؟ دستتو بکنی تو کف دست و مچ بره تو دیگه. نکن آقا 500 بله من نمی‌قدر. من می‌خوام انجام بدم. حداقل این کار 250 میارزید. جان سسش چی؟ دو تا دارم. تو دو تا داری؟ آره. آخه یکشو نگرد بعدا. میگه من 2 تا دارم. همه 2 تا داریم. نه؟ حالا بعدا بهت نشون میدم.
نشون نمیدم. ناراحت سنت خجالت بکش تو. سنت ما فیلم بردار اصلی هم اومده الان سر کار تشریف داشتم مثلا سر کار بوده؟ خسته نباشید میگیم به فیلم بردار اصلا ربطی به فیلم برداری نداره کارشون. چیکار میکنه؟ دیگه اونش بیا اینو بگی. به خودش مربوط. مشخصه این خوشمزه است، این دوباره زرزر کرد، دوباره پرروازی کرد، دوباره هر چی ما خوردیم بدمزه مال تو خوشمزه. مال من میخوری؟ نه میذارم بزرگتر شه. آقا نودلی تو دارم. من بزرگتر نودلی دیدی بزرگ میشه. بزرگ که نمیشه. ری میکنه به قول قدیمی ها. من چرا له نمیشه فقط؟ جا یه ذره طول میکشه. اونجوری نودل نی، اوستای نودل اونجا وایسادیم چه از این نودل درست کردنه؟ ولش کن آقا، خودش ول میکنه. خودش ول میکنه. یه دقیقه وایسان، جوش نیومده آب که. جوش اومده بود مگه انداختی توش؟ آره دیگه همون گفتم دستتو بکنی توش دیگه. جوش نیومده بود که. قول نداره بود که. قول بزنه. واسه هم منم دستمو داشتم میکردم توش. قول بزنه که یه چیز دیگه قول میزنه توش. قول دلیونه مگه قول بزنه؟ بوده بمونه. برو دنبال بازی بابا حضرت عباس. او Do it! Do it! Come on! Kill me! I'm here! Come on! Do it now! Kill me! اصلا معلومه نکن. چه گوهی شده. نکن اصلا مال من باشه. مال آب ریخته 2 تا نودل انداخته تو. جوش نیومده بود. آبا بانو ریخته. آبا من نریختم. گفتم 2 تا زیاد کردم. من گفتم آبش بدمزه است. نه گفتی آبش گفتی 8 لیتر آب ریخته. من نریختم. میتونی خالیش کنی. اگه نیستی همینو میخوری؟ همینو بخور. تو چی؟ همین نودل تو نپخته هم انقدر میخوری؟ اینجوری در بیارم همینو بخوری؟ حالا آقا در بیار. در نودلی تو نمی با دست و در بیار. خدا وکیلی آقا شما اوستای نودل. ببین این نودل درست کرده. این نود درسته با اون همه آب قیمه مگه می‌خواستی درست کنی؟ اون همه آبش رو کم میریخت. آقا آبشو من نریختم، آبشو بانو ریخت. خب کم می‌کردی تو. بانو هر کاری میکنه که درست دیگه بر اساس اون گفتم 2 تا نودل همونقدر آب ریخت دیگه. آبشو باید کم بریزی و میذاشی بعد جوش بیاد کامل. تو میتونی جوش آبشو کم کنی؟ داره جوش دیگه الان جوش اومده دیگه. حالا دیگه این قابلمه بوده قول نمیده. حالا بیشور آبه و قیمه من یه حالا خواستی تو نتونستیم اسرونه رو بخوری. من اسرونمون اونجا آبی داره توش. قرمزه داداش. 90 قرمون کجاش که آقا این رنگ قرمزه. این قرمزه. این قرمزه. آقا این قرمزه. همه جام آقا این هست. همه مغازه ها برید میتونیم ببینید که قرمزه یا نه. بیا داشتم سرجش. منم اسرونم. نه اون توه. بستنی ها اون توه. داره میدرخشه تو فریزر. و کرانچی. میگن کرانچی با چیز خوب میشه. با بستنی. با نودل. بعد نودل میچسبه. آخه شوکوپات میخوری میک بزن. بای محکم میک بزن. حتی محکم تر. یخ زده. فکر نمی‌کردم. بندازش تو آبه. درشو برام بنداز تو آبه. نکن آقا نکن. آقا این کثافت کاری میکنه. عجب گیری خیلی خوشمزه است. چی؟ نه مرسی. من میدونم خوشمزه است. برقا رفته بود. واقعا اینجوری چند وقته به قرآن دهنمون سرویس شده. اونایی هم که اینو میبینن دهنشون سرویس شده. خبر دارم میدونم. نمونه اینجا همه میبینن. آره خب این کلیپ ها همه‌شون برقاشون میره. مثلا مال ما 7 تا 9 میره. مال ایرج مثلا 11 تا 1 میره. این همه دارن میبینن ایرج نداری؟
اون قرار بود تو 3 دقیقه آماده بشن 5 دقیقه اسم واسه خب به اونو نمیریزی؟ اونا آقا بریز هنوز توش. خوابی آماده نشده شده دیگه او چیکار من میخوام بکنی؟ آبش اوستا زیاده آماده است؟ نه موادشو آبش نمی‌ریزی؟ میخوام نه موادشو آبکش میکنی؟ نه چیکار میکنی؟ برنج این میخوام همیشه میریزی توش؟ یه ذره آبش کشیده شه آبش که به این آبش که زودی ها اون کشیده کش و نمیشه به اون این همه زودی آب. ها که تبخیر نمیشه یه عالم آبه بعد آبش بریزی بره یا آبش باید کم کنی با ملاقه آبکش کنی یا باید- او اوستا وارد میشه چه قیمه میخواد درست کنه چیکار می‌کنی؟ آبش کم کنیم دیگه آبکش نیست بی شخصیتی الدنگ کسافت یه حیوانه به تمام چه دیگه آبش قالی می‌کنی؟ بابا خب آبش باید کم شه اوستا گفت قهرمان 3 دوله نوردیت ایران بودا بابا نکن اینقدر به این دست بزن من تو سن بلوغم 20 سالگیمه فرمش میگن خب چون تو بات بلوغی میکنه خب غذا آماده است اینو مامانش عادت داره اینجا میذارم آماده نه دیگه نودل ری کرده بیا دیگه میام میشم جان رفت کجا میری؟ من میشم غذا بیا اینا رو بریز اونا رو بریز خودت دیگه بیا اینجا آقا بیا غذا دارم آقا گوی خوریم با تو تلفن گفتیم با هم دیگه درست کنیم تو خود درست کن من این زو ساندویچم میگم مثلا نودل خام میخورم بیا بریز آقا یه نودلیت درست کن همه رو باید بریزم آقا نریزه دوتا اوخ آخه سوختی تو سوختی من چه چون محمد با این گرفتی قابلمه رو گرفت بیپرسی ناین فورتناین این شد نودلیت شاممونه اینم شام یه شریکی زدیم دیگه دوتا نودلیت تمای مختلف اعلام کرده بودیم اینجوری شد بخور دیگه بازی چرا میکنی با غذا به تو چه ربطی داره؟ آقا او دوستم ما خودم یه نشون توی بازی مال منم اون توه خب مالتامون توی منم توش ریختم من پیدا نکردم من دنبال مالتو گشتم پیدا نشد منم توش ریختم تو هم توش ریختی یه داره کن داغ بود خیلی بچه کم غذایی هم نمیدونی بعدش چیکار داره حلیمه مگه بابا داره بوی این تورتیلای داره میاد چیکار داری میکنی گرفتاری شده این دسته حالا بریز این دفعه بخواه بریزی میدم رود جمع هم نمیشه چیکار داری چون گفتی دوست دارم رنگش زیاده Nope. توستوب او حلیمو درستیه خوب میشه چی این کاری کردی دیگه داره تبدیل میشه بچه ها آخرای چیز دیگه نمیگیره این برده تبدیل میشه خوب نی مثل که واسه یوتیوب خوب نی چاپاتای پپرونی
ciabattari peperoni. خیلی خوش نشه باشه. بفهم خیلی بهش چسبیده مثل که خیلی دوست داری نون بیارم؟ مانی بگم بر باید بگیره؟ سر بکش تو این نون خدا بخو من نمیتونم این همه واقعی نمیتونم من یه قاشق دیگه بیشتر نمیخورم واقعی یه قاشق بیشتر نمیخورم یه چنگالم یه چنگال چرا داری تبدیل میشی تو؟ اون نمایه نه من نمیدونم داغه داغ دیگه داغ نی که نمیخوام نمیخوره دیگه بچه ها به خود اذیت داره میشه توانش کم شده فکر نمی‌کردم بگیره حاجی ولی گرفت خب خدا شد آقا اینم شام ما دیگه بریم بخوابیم ها جون بخوابیم دیگه خوابت میاد؟ دوباره یه دفعه زود پا شدی؟ چی تازم اصلا نبوده سیبیلاتو ممکنه کوتاه کنم تو خواب صبح پا میشی اشکال نداره زیاد نمیتونی دنبالم بودی یه ذره بودن تعادل تا دستی میری در دیوار هه هه هو هو هی هی